الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از آداب مهمانی زمانی که برادر مسلمانی شما را به منزل خودش فرا می‌خواند و لقمه نانی می‌دهد، یکی از آداب این است که شما برایش دعا بکنید. بسیار جالب هست که تمام روابط اجتماعی ما از سلام علیک گرفته تا غذا خوردن، در مجلس نشستن، از مجلس برخاستن و تمام روابطی که ما با همدیگر داریم، دعاهای مخصوصی رو در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه وسلم داریم که اینها نشانگر این هست که مسلمان در هر حالتی و بنابر هر بهانه‌ای باید برای یکدیگر آرزوی خیر بکنند و دعای خیری رو برای همدیگر بخوانند. یک از این دعاهای مهمانی هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که حضرت انس رضی الله تعالی عنه نقل کرده و حضرت امام ابو داود رحمت الله علیه در کتاب خودشان را برای ما روایت فرموده، میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف بردند در منزل سعد ابن عباده و سعد ابن عباده نان و روغنی آوردند و رسول الله صلی الله علیه و سلم تناول فرمودند. بعد از این که این مهمانی خیلی ساده با نان و روغنی بود تمام شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم دعایی را فرمودند. این دعا را باید همه من و شما یاد بگیریم و همیشه در هر منزلی که رفتیم برادر مسلمانی که نان و نمکش را خوردیم این دعا را برایش بخوانیم. دعا این هست که افطر عندکم الصائمون و اکل طعامکم الابرار و صلت علیکم الملائکه. این دعای خیری هست، یعنی این که خدا بکند که روزداران نزد شما افطار بکنند، یعنی همیشه غذای شما را انسانهای روزدار بخورند تا اینکه ثواب مضاعفی به شما برسد. و اکل طعامکم الابرار و غذای شما را نیکوکاران بخورند، یعنی این که افرادی که با شما رفت و آمد دارند سر سفره شما می نشینند انسانهای نیکوکاری باشند که این غذایی که شما به آنها می دهید تشکر بکنند، دعای خیری برای شما بکنند و این زمینه‌ای بشود برای این که آنها بهتر بتونند عبادت الله متعال را انجام بدهند و طبعا ثوابی به شما هم نصیب بشود. و صلت علیکم الملائکه و فرشتگان بر شما درود بفرستند. این دعای مهمانی هست. زمانی که رفتید در منزل خویش و اقوامتون، دوستان و عزیزانتون غذا و نان و نمکشان را خوردی، این دعا را بخوانید. افطر عندکم الصائمون و اکل طعامکم الابرار و صلت علیکم الملائکه. این یکی از دعاها هست. در دعای دیگری که امام مسلم رحمت الله علیه روایت کرده، ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم در خانه عبدالله ابن بصر تشریف بردند و در آنجا دعای دیگری رو فرمودند. دعا این است: اللهم بارک لهم فیما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. چه دعای زیبایی هست. نان و نمک برادر مسلمانت را خوردی، در پایان این دعا رو برایشون هم بخون: اللهم بارک لهم فیما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. پروردگارا روزی این عزیزان ما را برکت بده و آنها را مغفرت بکن و این عزیزان ما را، این کسانی که این مهمانی رو ترتیب داده بودند، صاحب خانه را مغفرت بفرما و آنها را رحمت بکن. پس بنابراین اینها دعاهای بسیار زیبایی هست که در مناسبت هایی که به عنوان مهمانی هست، نان و نمک یکدیگر را میخوریم، این دعاهای زیبا را برای همدیگر بخوانیم. غیر از این دعاهای دیگری هم هست در سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. این دعاها شایسته تر هست و بهتر هست از این تشکری که ما به زبان خودمون میکنیم، که ما تشکر میکنیم دست شما درد نکند، این غذا رو و مهمانی رو ترتیب داده بودید. اما اون دعایی که ما میخونیم اون چیزی دیگر هست. یک دعای مسنونی هست، هم دعایی برای صاحب خانه هست، صاحب مهمانی هست و هم دعایی برای خود ما هست و همین که ما بر سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کردیم. در روایت دیگر مقداد رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که به مهمانی میرفتند و در منزل کسی غذا میخوردند این دعا را میخواندند که اللهم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. اللهم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی.
هر یکی از این دعاهای سگانه رو که من خدمت شما عرض کردم بخوانید، شما بر سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کردید و کار خیر و کار ثوابی رو انجام دادید، دعای خیری رو برای صاحب منزل و میزبان خودتون انجام دادید و اضافه بر این یک نوع تشکری هم کردید از عزیزان و برادرانتان که این بستر را فراهم کردند و شما را در منزل خودشون مهمانی کردند. امیدوار هستم که الله متعال به همه من و شما در دنیا و آخرت سعادت نصیب بفرماید و روابط اجتماعی ما را روز به روز نزدیکتر و فشرده‌تر بگرداند. تا برنامه دیگر و مطلبی دیگر شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.